توجه گذاشتن به زبان مادری عاملی است که سرچشمه بقای وحدت ملی و یکی از رکن‌های استوار دولتداری به شمار می‌رود. زیرا زبان شیرین و شیوا و شاعرانه تاجیکی در مسیر پرشیب و فراز تاریخ بقای ملت تاجیک را تأمین کرده است. زبان مادری ما که در امتداد عصرها از ژرفنای تاریخ پست و بلندی های زندگی مانند یک دریای سیراب بیرون آمده که این دریا از یک چشمه ابتدا گرفته و از شاخاب‌ها و چشمه‌های دیگر چنان سیراب و دمان شده که امروز روان است و روان است و به همین روانیش روز به روز باز وسیع‌تر، پهناتر و غراتر می شود. و البته این مقدسیت زبان است و محبوبیت زبان در نزد مردم، خلق، ملت، زیرا زبان از ملت نام میگیرد و ملت از زبان نام میگیرد. زبان تاجیکی این یادگاری معنوی ملیمان، همچون آینه تاریخ دیرینه خلقمان، انعکاسگری عرف و عادت و رسم و عنعنه های ملی و دولتداری ما می باشد. سالیان دراز همین تلاش ها بودند که زبان را حفظ کردند، نگاه داشتند. به اصطلاح استاد بازار صابر از سری 100 منبر افتادند ناظرهای او تا نه افتد بر زمین قدری سخن. و حتی به اندازه زبان به مشکلات روبرو شده بود در سالیان های پیش که به روایت اعراب وقتی که متسلط شدند نخست زبان باربد را بریدند، بعد پنجه هایش را